به نام خدا، من ابراهیم آرامم. عاشق تحلیل کردن فیلم، نمایشنامه و کارهای هنریم. تصمیم گرفتم که یک سری از نمایشنامه‌های معروف و فیلم‌های معروف خارجی و ایرانی رو خلاصه‌شون رو توی همین چنل خودم توضیح بدم. امروز میخوام یکی از معروفترین نمایشنامه‌های قرن 20 نمایشنامه Waiting for Godot یا در انتظار گودو رو خلاصه‌شو بگم. خلاصه داستان از این قراره که دو تا شخصیت‌های به اسم ولادیمیر و استراگون زیر یک درخت تنها منتظر یک شخصیت مرموزی به اسم گودو هستن. اونا نمیدونن که گودو کی میاد، گودو کیه، اگرم بیاد قرار چیکار کنه. بحث میکنه، گفتگو میکنه، بعضی از گفتگوهاشون فلسفی، بعضی جاها پوچ و بی‌معنی. در آخر به این نتیجه میرسن که منتظر گودو بمونن، چون رفتن بدون گودو هیچ معنی نداره. و دقیقاً ساموئل بکت میگه که زندگی سرشار از انتظار و تعلیقه. ما به دنیا میاییم، نقش خودمون بازی میکنیم، حرف خودمون میزنیم و نتیجه همون فردای تکراریه. به خاطر همین در انتظار گودو یکی از بحث برانگیزترین نمایشنامه‌های قرن 20. امیدوارم از این خلاصه خوشتون اومده باشه و منو لایک کنید، سابسکرایب کنید، فالو کنید، شیر کنید ویدیومو که من امیدوار بشم ویدیوهای بیشتری درست کنم، خلاصه تر و زیباتر توضیح بدم. تا دیدار بعدی، امیدوار.